وزارت مدافع مملکت، اعضای شورای دولتی جمهوری خلقی خیتای، وزیر مدافع این کشور گنرال پالکونیک وی فین خه را وزیر مدافع کشور شیرعلی میرزا استقبال گرفت. در جریان واخوری وزیران مدافع تاجیکستان و چین علاهای دو جانبه و بسیار جانبه مناسبت های نظامی را در سمت همکاری های حربی تکنیکی بررسی نموده وابسته به سند و سازشنامه های حقوقی که قبلا در دایره مناسبت های نظامی میان وزیران مدافع هر دو کشور به موافقه رسیدن مبادله افکار صورت گرفت. همزمان توجه زیاد به وضع کنونی دولت اسلامی افغانستان، مسائل تامین بخطری در منطقه آسیای مرکزی و عاید به دیگر مسئله های امنیتی در سمت مبارزه مشترک ضد تروریستی مراغ ظاهر کرده شد. تاکید کردن به مورد است که در دایره آمادگی به برگزاری جلسه نوبتی شورای وزیران مدافع دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای همچنین واخوری دو جانبه وزیر مدافع تاجیکستان با وزیر مدافع جمهوری اسلامی پاکستان پرویز خطک برگزار گردید. باید خاطررسان نمود که روز 28 ایول سال 2021 در شهر دوشنبه جلسه نوبتی شورای وزیران مدافع دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار می‌گردد که در آن وزیران مدافع جمهوری‌های هندوستان، قزاقستان، قرقیزستان، جمهوری مردمی چین، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه، جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان، بلاروسیا، کاتب گنرالی سازمان همکاری شانگهای و دیرکتور کمیته اجرایی مرکز منطقوی ضد تروریستی این سازمان اشتراک می‌نمایند. از روی نقشه و طبق برنامه برگزاری جلسه در نظر است که وزیران مدافع مسائل وابسته به تقویت همکاری های بین همدیگری در دایره سازمان همکاری شانگهای، وضع کنونی منطقه و جهان، تأمین امنیت و ثبات در افغانستان و مرزهای آن با دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای و دیگر مسئله های مربوط به روزنامه جلسه را بررسی خواهند نمود. همزمان مسائل وابسته به آمادگی و برگزاری مشق‌های مشترک ضد تروریستی قواهای مسلح دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای که سال روان تحت عنوان رسالت صلح‌جویانه 2021 در حدود یکی از دولت‌های اعضای این سازمان دایر می‌گردد مورد محاکمه قرار داده می‌شود. در نظر است که ضمن جنبست و نتیجه گیری نمودن جلسه وزیران مدافع کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای از جانب اشتراکچیان آن بیانیه مشترک به امضا رسانیده خواهد شد. باید تذکر داد که موضوع حل طلب جامعه از بین بردن ظهورات نامطلوب در منطقه از جمله تروریسم و اکستریمیسم همچون مسئله نگرانی کننده بشریت که در دایره تشبس‌های دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای تطبیق کرده می‌شوند در محور توجه راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند و در دایره ریاست کشور ما در این سازمان جهانی در این سمت تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. برگزاری جلسه های سطحی بلند سازمان همکاری شانگهای و تشریف مهمانان زیاد از کشورهای خارجی، نمایندگان والامقام دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای شهادت از آن می‌دهد که جانب تاجیکستان در دایره دوره ریاست در سازمان همکاری شانگهای بر رشد توسعه بیشتری دولت‌های اعضای سازمان در تمام ساحه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی منطقه و جهان اهمیت اولین درجه ظاهر نموده خواستار حل هر چیز زودتر مشکلات عمده منطقوی و بین المللی